روسترودنس و یک نهاد دولتی روسیه نظرخواهش در موضوع در کدام کشورها روسیه را بیشتر دوست می‌دارند را جنببست کرد. بنا به نتیجه این نظرخواهی که روز 24 دکتر در صحیفه روسترودنس و در فیسبوک نشر شد، روسیه را در دنیا از همه بیشتر در تاجیکستان، سپس در سربستان و ارمنستان دوست می‌داشتند. به داگانه کشورهایی که نسبت به روسیه محبت دارند همچنین قزاقستان، قرقیزستان، مولدووا، سوریه، اوکراین، بلغارستان و خطای شامل شدند. تفصیلات دیگر این نظرخواهی نشر نشده است. روسترودنس یک آژانس دولتی است که کرمل برای پیشبرد روابط‌های فرهنگی با هموطنان و پیروان و مخلصان فرهنگ روس در کشورهای خارجی تأسیس داده است. منتقدان میگویند یک هدف دیگر این نهاد پیشبرد منفعت‌های ژئوپلیتیکی کرمل و پشتیبانی اصحاب و گروه‌ها و مطبوعات طرفدار روسیه در کشورهای خارجی است. مناسبت مثبت ساکنان تاجیکستان با روسیه در نظرپرسی‌های سال گذشته نیز ذکر یافته است. بر اساس نظرسنجی که سنترال ایشیا بارومتر ام وکتور تاجیکستان سال 2014 در میان 1500 ساکن 9 شهر بزرگ تاجیکستان انجام داده بود، تنها 8.4% تاجیکان نسبت به روسیه نظر منفی داشتند. 62.5% برعکس نظر مثبت داشتند. روسیه از این لحاظ محبوب ترین کشور برای ساکنان تاجیکستان دانسته میشد. کارشناسان مناسبت مثبت ساکنان تاجیکستان به روسیه را به چند عامل بستگی می‌دهند، از جمله به تاریخ طولانی مشترکشان در ایالت SSR و هم به اینکه بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کاری تاجیکستان هر سال به جستجوی کار به روسیه می‌روند و زندگی اکثر خانواده‌های تاجیک از حساب پول‌های تامین می‌شود که مهاجران کاری از روسیه به وطن می‌فرستند.